ببینید برای کشیدن دست اگر شست واضح بود میتونید از شست شروع کنید. اگه شست واضح نبود از انگشتی که واضحه شروع کنید. اما اگه دیدید انگشت شست واضح، انگشت دیگه هم واضحن، اون وقت دل بخواهیه، هر جایی که دلتون بخواد شروع کنید. چون که مثل کله توی بدن نیستش که یه فرم جدا از بدنه، انگشت همه شبیه همن. به همین خاطر هر جایی که دیدید که واضحه و کامله و خوب میتونید بپیچید همونجا شروع کنید. هیچ قاعده عجیبی نداره. همه اون چیزایی که توی بدن رعایت میکردید، اون 5 تا قانون، خطوط عمودی افقی، شونه و شونه مثلا چی میشه؟ شما 60 رو میکشی، مثلا حالا اینجا یه خط مثلا افقی میکشید، میبینید که به کجای انگشت اول میخوره، یعنی همون خطوط عمودی افقی. یعنی یه مدلی پیش برید که انگار همه اون قوانین قراره تو همین جا هم پیاده شه. بعد با فضای منفی، این فضای منفی که اینجا ایجاد شده رو پیدا بکنید. اینجا گفتیم خط اینجا مثلا با یه فاصله بالاتر انگشت اول شروع میشه. بندا رو دونه دونه بکشید، انگار یه سری قوطی هن که رو هم دیگه سوارشون کنیم. حالا اینو قشنگ براتون مفصل توضیح میدم. اینطوری راحت تر میتونید بچینیدشون رو هم و اون توالیشون رو با هم چک کنید. به فضای منفیشون دقت بکنید، یعنی با این فضا منفی خیلی کار بکنید توی ببینید به فضای منفی نگاه میکنم، به این فضا نگاه میکنم، اینجا رو در میارم. ببین استوانه ها حالا رو هم چیده شدن، حالا استوانه بالاییه ذره سرش رو برده پایین. با فضای منفی باری کنار بچه، باری کنار. می‌بینید من اینجا هم به نوعی پیدا کردم، اینجا هم به نوعی نکنی همین سایه‌ای که اینجا افتاده پیدا شد. بعد ناخونم حالا یه خورده این حالا بعدا میگم، اونا یه ذره وارد جزئیات میشیم بهتون یاد میدم. بچه‌ها من دارم درس میدم، ولش کنید نقاطی. ببینید حالا دیگه الان میذاری بیاین این ور دوباره میریم سراغ نقاط. متوجه شدی؟
خب